یکی دیگه از حرکت های سوپر ست برای بازو که با زدن این حرکت میتونین بازوهایتان یک پمپ جانانه بتین. در آغاز حرکت چکشی میزنین. این حرکت 8 تا 12 دانه. بعد از ختم این حرکت بدون از اینکه رست کنیم به سمت حرکت بعدی میریم که حرکت بعدی ما دنبل عادی است و این همچنان 8 تا 12 دانه میزنیم. بعد از ختم این حرکت انشالله که بازوگکایتان همت یک پمپ جانانه پیدا میکنه. بابا گولی نوتریشن یا ماشواگانداگ میز دوستای عزیز جلاتین نداره. به طور واضح گفته بعض از دوستا در کامنت ها میگفتن که جلاتین داره، اینجا به طور واضح گفته جلاتین نداره. به او خاطر شما دوستا میتونین از این بدل جمعی استفاده کنین. به خاطر کم ما میفهمیم که چقدر زندگی امریکا استرسفول است و 100% به یک چیز نیاز داریم که همین فکر ما را، مغز ما را آرام بسازه. اینه میتونین از طرف شب 2 دانه بگیرین که همت به بسیار راحتی خوابتان ببره و یک صبح همت جدید نو کاغذ پیچ آغاز کنین. از این لینک پایین میتونین استفاده کنین، از این بگیرین. فعلا به خاطر بلک فرایدی آف شده کمش، به او خاطر میتونین به قیمت بسیار ارزان از این مستفید شوین. کدام غذا را قبل از تمرین بگیریم که تمرینات مداوم باشه و به انرژی به اندازه زیاد در جریان تمرینات داشته باشیم که خستگی ناپذیر باشه؟ میتونیم از پروتئین اوت میل استفاده کنیم. بیاین ببینیم که در چی چیزا استفاده کردیم. اولین چیزی را که در این مندازیم دانه های اوتس است، 1 مشت یا 1.5 مشت. بعدا 4 مغز همراه بادام و 1 مقدار کاشوز به همراه 1 اندازه پستاشیو علاوه میکنیم. بعدا خرما را همراه کیله به خاطر شیرینی و به خاطر از اینکه به ما حجم بده اضافه میکنیم. بعد از علاوه نمودن اینا 1 اندازه بلوبری را علاوه میکنیم. بعدا یک چند ذره استرابری را میده میکنیم. اینا را اضافه میکنیم و در پلوی همه اینا از دانه های چیا سید استفاده میکنیم. در فارسی نمیفهم که چی میگن، اگر دوستا میفهمن لطفا بنویسن. و این هم شد پروتئین اوت میل.